بالاخره آپدیت جدید پابجی اومد و با هم دیگه قرار است که توی این ویدیو بریم ببینیم که چه چیزهایی به بازی اضافه شده و مود جدید پابجی به چه شکل هستش. مثل اینکه گرافیک سوپر اسموت رسما به بازی اضافه شده و اون هم با هم دیگه میریم تست میکنیم و سلاح‌های جدید رو هم میبینیم. اما قبل اینکه طرف بازی بریم فراموش نکنید که ویدیو لایک بکنید و سابسکرایب بکنید و کامنت انگلیسی بذارید و نوتیفیکیشن چنل رو هم فعال بکنید. بریم با هم دیگه طرف بازی. خب اوکی، مود که توی دو تا جای، یکی توی کواری نه پایین گاتگاه، یکی هم بالای روزوکه. اوکی، شهرها رو یعنی دست ندادن دیگه، یعنی توفن گذاشتن، شهرها رو خراب نکردن. مودشو فکر کنم خیلی بزرگه، حالا من درست حسابی ندیدم، خیلی بزرگه. کجاش بریم؟ هتل همین پایین لند میکنم دیگه، رو زمین هم باید آره هستلا. دست شما درد نکنه. اوه چقدر عجیبه اینجا. اینجا دیگه کجاست؟ برو ویل کن، بیا اینجا بیا باشه. درم پنجره رو گیلمو دزدید، باورم نمیشه. من دارم گم میشم توی این مپ. من بانداژ میزنم، داخل 2 تا بوده. بایزن تیرش 54 تا شده، قبلا 53 بود. بابا این من از بالا دارم. نیا الان میاد داخل. قرار خدافظ. بگه بابا این خوناش چقدر عجیبه، شکل خوناش در داره. دیدی؟ اوه چقدر بزرگه اینجا. شوخی میکنی؟ 5 نفر هنو مونده. من وست ندارم، کیت ندارم، هیچ ندارم. شیت انداختم یه دونه پشتم. انگار اومدیم التیمیت. بایزن تیرش 54 تا شده، قبلا 53 بود، یه دونه بیشتر کرده. تشکر از پابجی موبایل برای این حرکت تاریخی. بیا وسط که روزه هست. اسکوپ 4 هست. ریکال نداره؟ نه ریکال، کارت ریکال داره اینجا، داره بیرون از اینجا این فکر نکنم. بیا بمیره ریکال یه چیزایی بهم داد. ساخت اینا چیه؟ یک نوشته کنارش. اینا بهت بدم بیا. نه کن شوخی. اینو تیرش هم پیشت هست؟ همونه. بیا 6 تا تیر داره، انداخت. واش چی این خوبه برای مثلا بیرون زون که میخوای به یه جا راش بدی یه اسکات. 2 نفر رو میسن اینا میندازن. این 2 نفر آخر بزنیم بریم اینا رو بزنیم بریم بیرون. بابا من همش گومن تو در دیوارم همش. میگم ویل کن بریم میشه. چرا؟ مولی همین جایی که من هستم داخل یه مولی انداختم. اینجا کجا رفته یه رو؟ از داخل باید راه داشته باشه. چقدر سر و صداه تو بازی، ولی زونی ور خیلی صدا، انقدر افکت زیاد آوردن. صدا چیزشو بزن، بوستشو بزن. با بوست داره. اوه بوست رو بزنی. دل این سویپش چیه؟ این چیز میکنه، با این میتونی مثلا چیز بزنی، این میبینیم بزن
اینو نگر میداری یهو حمله میکنن. آره دیگه بابا. میشه اسپیدش چه چیزایی. یه چیزی هم راستی اینجا نوشته بسا کن بالا اینا. اینه داستان اصلی همینه. من چیزش قایم کردم نمیدونم کجا گذاشتم. این باگی بریم. جالبه. اینی که دادی 400 متر سب کنم الکی میگه. حالا اینجا وایسا بیا مثلا ریکالو بخوای بزنی. خب من الان میخوام اینو اوکی باید بزنم زمین. من تو مپ مثلا چیز کنم اول این علامت رو بذار البته مپت وسط باز میشه. اوکی الان مپ باز شد. این پوتویشو بزنم دورتر میره. قرمز رو باید بذاری یه علامت قرمزی داره اونو باید بذاری اونجا که میخوای بذاری. این هر چقدر اینجوری میکشم بالا نگاه دور میشه. اوکی یو خدا وسط پاشینکیو میزنه از اینجا. سب کن حالا بزن نگاه کن بزن بعد سری بیا بیرون نگاه با اسکوپ نگاه نگاه دمیجش چطوریه خوبه؟ اوه انمی دمیجش با 80 تا میزنه به بادی بزنی 80 تا بهت بزنی 120 تا. ماشینم با یه دونه میتره 80 تا زیاد ابی اینو اوپنه. یه چیز زدش از راست زدش بریم نزدیک. شوپ و نگاه چه خبره. یا چیه تو شوپ؟ نگاه چیز قدیمی شده چه اینجا چه چیز اسکول. چی قدیمی شده؟ قدیما این شکلی بود که چیزشو دیدیم مثلا ساختمونا رو کیفیتشون رو نگاه پابجی قدیمی شده قبلا اینجوری نبود. کیفیتش بهتر شده انگار یکم. بخوام بگم ساختمونا به حالت قدیمی پابجی برگشته. قدیما این شکلی بود. کلا کیفیتش همینه یعنی تو رو اشتی هم بذاری همینه. یه چیز سوپر اسموت گفتن یا خدا سوپر اسموت رو نگاه. سوپر اسموت شد خیلی اسموت شد بیش از حد دیگه اسموت شد. چقدر عوض شد بازی. این برای کسایی که دیوایسشون لگ میگرفت قبلا الان دیگه تو این مود دیگه لگ کمتر میگیره دیگه. خیلی این خوبه برای کسایی که دیوایسشون ضعیفه ولی خب گرافیکش پایینه دیگه. من اسمو ترجیح میدم بازی کنم کمه بهتره. خدا به فایت گاراج چیزو دارم یکیش نگه ماشینم وایستاد کنه چیزی یکم گاراجه یکی دیگه داخله. آره پشت دستیا ماشین با یه وای میسته چرا وایستاد دیو. این سپره است. این یارو الان من داره نگاه میکنه. این مردش داره من نگاه میکنه. الان مردشه این یارو خود یارو داره این کار میکنه. آره دیگه آره چه بال نه نداره اینجا رو گرافیک بازی خیلی عوض شده. خیلی اصلا عجیب غریب شده. زعیم راست یه نفره. السلام علیکم. نمیبینیم دیگه میمیره میبینیم. نمی اینجا اون همینجا با سری چیزا بندازیم. آره سب رو عقب وای میستم اینجا وای میستم. خیلی اوپن وای زدم ولی خب بیا مشکلی نیست. الله اکبر. what the hell یکی هم بنازم بین جلو در بنداز جلو در. یارو اصلا بنده خدا نمیفهم از کجا داره میخوره. بیچاره
نول داره میاد. ای ناک شد. دو تا. برو Watch یک out. پشت درخت است. اوکی. رسیدم. برو. بالا بازم است. یعنی داخل باید باشم. پشت. اوه چوبه. ای کلم باد کرد. کلم چرا باد کرده؟ کلتون باد کرده؟ نول صدات بچه. نه صدات بچه. آه این صدای تا اونجا خراب شده بود به خاطر این بوده. این وقتی چیز بکنه انمی هد تو بزنه صدات اینجوری میشه. این یارو میاد رو هدت. انگار گاز هلیوم مصرف کرده. آره فرید. وای باد کردم. اینش خیلی بالا. این دکمه رو میزنی یا باد میکنه. ماشین داره از جلو میره. الان میام. داره میاد تو خونه 4 نفره. اوکی. وای اومدن رو من. واقعا هم زیادم. یکیش میخواد فرار کنه زدمش. جی یکیش مونده. تمام. کجا میخوای فرار کنی؟ سر خوب. ببین واقعا مثلا مود قبلی من یادم اولین بار تست کردیم انقدر حال نداد. این داره حال میده. خیلی شلوغ بلوغه. یه ذره صدا رو فقط کم بکنن خوشحال میشم. نگاه از اینجا سقف گاراژ رو میزنه. چقدر دور میزنه. 400 متر میزنه دیگه. بابا خیلیه. بعد من این یارو رو یه دونه زدم افتاد با یه دونه. سم چپ تو خیابون. Watch out. کلش باد کرده. سواله نه. بگردیم چی به چیه. روی این کاش میشد سلاح دستت بگیری چی میشد. نول اینا اینجاست زیر پامه. اومدم. داره فرار میکنه. اینم ناک شد. نکن بهش هدشات بزنم کلش باد ای بابا. اینو نمیدونم چیه. این بوست اسپرینت فکر کنم این بوست میکنه. یه چیزی میگیره یک نوشته. بابا این که یا خدا. کلم باد کرده. صدام چجوریه؟ صدام من بزنم نمیشه نه. باله آجی خیلی باله. وای اون چیزه رو بزن. مجسمه رو بزن. صداش چجوریه؟ دیر افتادی با تو چقدر دیر میگی. من نیومد دکمش. MVP. اوکی نایس. جالب بود.